قرآن توهین به عقاید و باورها را منع کرده و احترام به ابراهیم و موسی و عیسی را احترام به وجود رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌داند. این مفاهیم وحدت بخش و تعالیم متعالی و الهام بخش، انسان ساز، جامعه ساز، تمدن ساز برای جوامع بشری هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد.